امروز به الیشع برسیم، به مرد فیض. چند هفته ایست داریم دنبال میکنیم و اگر موافق باشید میخوام امروز به باب 6 از دوم پادشاهان از آیات 8 تا آیات 23 رو با هم نگاه کنیم، ببینیم خداوند توی این قسمت چه برکتی برای ما داره. اگر موافق هستید با هم دعا میکنیم و پیغام رو با شما نقل میکنم. خداوند دعا میکنم امروز ما رو از طریق کلامت وادار کنی به یک عهد جدید. خداوند دعا میکنم امروز ما رو وادار بکنی که اگر جایی باید توبه کنیم توبه بکنیم. خداوند دعا میکنم امروز از طریق این کلامت ما رو وادار به حرکت بکنی. خداوند دعا میکنم امروز از طریق کلامت تک تک ما رو برکت بده، تک تک ما رو بلند بکن. خداوند دعا میکنم امروز این کلام تو در زندگی‌های ما عمل بکنه و ما رو تکون بده. زندگی ایمانی ما، زندگی روحانی ما، این کلام مثل یک زلزله بیاد تمام زندگی ما رو عوض کنه، کاملا برگردیم 180 درجه تغییر جهت بدیم. خداوند امروز تو بابا صحبت کن، ما رو احیا کن، بلند کن تا تصمیم جدید، عهد جدید با تو بگیریم. به نام مسیح آمین. آیه 8 میگه که پادشاه ارام، باب 6 از آیات 8 تا آیه 23، دوم پادشاه ارام با اسرائیل جنگ میکرد و با بندگان خود مشورت کرده گفت در فلان جا اردوی من خواهد بود. در همین چند روز، چند هفته قبلتر اگر یادتون باشه، البته اینجا در باب قبلیه، در باب 5 آیه 1 اگر نگاه کنید، نعمان سردار لشکر ارام بود، لشکر سوریه بود و پر از چی بود؟ بدنش پر از جزام بود. نعمان رفته پیش کی؟ پیش الیشع او رو شفا داده. الان یه باب اونورتر پادشاه ارام این رو نادیده گرفته، دوباره حمله کرده به کجا؟ به اسرائیل. ما چیکار میکنیم وقتی با یه نفر در مشکل هستیم؟ چیکار میکنیم؟ آیا خوبی‌های اون شخص رو میبینیم یا خوبی‌ها رو میذاریم کنار؟ سری بعدی‌ها تو اون روز به من اینو گفتی، اون روز این حرفو زدی، اون روز با من این کارو کردی، اون روز به من اینطوری توهین کردی. یک عمر اون شخص به من خدمت کرده، کمکم کرده، اونو میذارم کنار، بعدیاش میاد. درسته؟ به برعکس. متاسفانه ما این کارو میکنیم. پادشاه سوریه، پادشاه ارام هم دقیقاً داره همین کارو میکنه. اون هم این همه خوبی رو کنار گذاشته، دوباره حمله کنید، بگیرید، بکشید، نابود بکنید. نمیدونم خودتون چی فکر میکنید؟ شما اینجوری هستین؟ میدونید از کی میتونه بهترین شهادت رو بده؟ همسران میتونن به ما بگن بله گیویک تو اینطوری هستی، سری خوبی ها رو میذاری کنار، بعدی ها میان، یا نه اوکی، یا نه اصلا کاری نداری. همسران خیلی خوب میتونن. درسته عباس؟ بله، چون که بیشتر دائما دارن به هم میگن، دائما دارن صحبت میکنن. دیدی فلانی چطوری حال منو تو کلیسا گرفت؟ و یادش رفته هفته پیش براش چقدر کار کرده بود. ولی ما میریم به همسرامون شکایت میکنیم دیگه. پس همسرا خیلی راحت میتونن، حالا الان نپرسید شاید آبروریزی بشه، بذاریم بعد توی خلوت بپرسیم که بعد اونجا وضعیتمون مشخص خواهد شد. ولی نکته در این قسمت اینه، هر جا که پادشاه سوریه میخواست اردو بزنه، در آیه 9 میگه اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائیل فرستاده گفت با حذر باش که از فلانجا گذر نکنی، زیرا که ارامیان با آنجا نزول کردن. نکته اینجاست، هر جا که میخواست پادشاه سوریه حرکت کنه، اردو بزنه، الیشع چیکار میکرد؟ میدونست. و نکته اصلی اینجاست، همه چی از قبل میدونست و میرفت به پادشاه اسرائیل میگفت اینجا نری ها، اینجا مواظب باش چون نقشه دارن.
و جالبه هر چند بار که این کار رو میکرد خداوند بهش جا رو میگفت. میدونید چی میخواد بگه؟ خدا یک بار تو رو برکت نمیده، همیشه تو رو برکت میده. ما گاهن یه برکتی رو، یه چیزی رو از خدا میگیم، بعد میگیم هاللویا، بعد با این زندگی میکنیم. آخرین برکتی که گرفتید کی بوده؟ هر روز. برادر من 6 سال پیش خداوند یک معجزه‌ای کرد. بعد دوباره سوال میکنه 2 سال بعد چه برکتی؟ 4 سال پیش خداوند معجزه. بعد 2 سال برادر چی؟ 2 سال پیش خداوند. امروز سوال میکنه 6 سال پیش خدا. آقا خدا هر روز میخواد ما رو برکت بده. خدا هر روز داشت نقشه های لشکر و پادشاه ارام رو میگه در مخفیگاه صحبت میکرد. هر روز به اونها میگفت اینجا نرید، مواظب باشید، اینجا کمین کردن، حواستون باشه. میدونید پادشاه ارام، پادشاه سوریه با چه کسی مشورت میکرد؟ توی آیات اینجا هست. میگه پادشاه ارام با اسرائیل جنگ میکرد و با بندگان خود مشورت میکرد. با کی؟ با تیم خودش. درسته؟ با تیم خودش مشورت میکرد. الیشا با چه کسی مشورت میکرد؟ این نکته ایه که ما باید امروز بگیریم. الیشا با چه کسی مشورت میکرد؟ من نمیگم با تیم نباید مشورت کنیم. الان نگید برنامه‌ریزی گفتید بزن زیر تیمو. اتفاقا من خیلی آدمی هستم که میگم با تیم باید کار کنیم. ولی زمانی که تیم بالاتر از خدا قرار میگیره میتونه فاجعه رخ بده و باید اونجا حواسمون باشه. در اعمال رسولان هم داریم، میگه روح القدس و ما ثواب دیدیم که این کارو نکنیم. یعنی مشورت ما و روح القدس با هم، نه تنهایی ما خودمون برمی‌داریم عاقل و بالغ هستیم میتونیم فکر کنیم تصمیم میگیریم. این درست، ولی ما همه چیز رو نمیبینیم. روح خداست که همه چیز رو میبینه. خدای کتاب مقدس از ازل تا به ابد همان است. آمین. در این روزهای سخت ایران من نمیتونم واقعا با قاطعیت بگم ما چه کار باید بکنیم، ولی میتونم با قاطعیت بگم خدای ما چه کار میتونه بکنه. این رو میتونم با قاطعیت بگم. خدا میتونه به ما بگه فردا اینجا نرو، فردا این کار رو نرو، فردا با این صحبت نکن، فردا مواظب این شخص باش، یه نفر میاد پیشت با این مشخصات. اینو میتونم با قاطعیت بگم خدا میتونه اینا رو بده. من ایمان دارم خیلی از ایمانداران مسیحی امروز در خیابان‌های ایران هستن. عکسایی رو من دریافت کردم از ایمانداران که دست و پاشون پر از ساچمه است و زدن. ایماندار مسیحی هستن ولی کف خیابون هستن، رفتن برای تظاهرات کردن. من اینو میدونم. ایمانداران عزیزان دعا کنید، حرکت کنید، خدا شما رو محافظت خواهد. این وعده کلام خداست. اگر خدا قوم اسرائیل رو، الیشا رو محافظت کرده، تو هم امروز الیشا خداوند هستی، از تو محافظت خواهد کرد. دعا کن، بگو خداوندا امروز اردوگاه دشمن رو به من نشون بده. ببینید خدا به شما نشون خواهد داد یا نه. بعد حرکت کن. دعا کن، بگو خداوندا امروز بسیجی‌ها، سپاهیایی که با هم مشورت میکنن اتاق فکرشون رو به من نشون بده. چی دارن فکر میکنن؟ مگه این همین اتفاق نیفتاده اینجا؟ مگه پادشاه ارام با بندگانش ننشسته اتاق فکر تشکیل نداده؟ همینه. ما انجام نمیدیم، نمی‌کنیم، بعد میگیم خداوند تو چرا سکوت کردی، چرا ساکت؟ خدا ساکت نیست. مثل الیشا بریم به حضور خدا، ببینید خداوند چطور نشون خواهد داد. دعا کنیم بگیم خداوند این کسایی که مزدور هستن و میخوان مردم رو سرکوب کنم به من نشون بده کجا هستن. من کجا باید حرکت بکنم، کجا نباید حرکت بکنم. آیه 11 میگه دل پادشاه مضطرب شد. خیلی جالبه. هیچ جنگی اتفاق نیفتاد. هیچ کس رو نزده. پادشاه غالب
پادشاه سوریه هست، با تمام لشکر اومده محاصره کرده، دل اون مضطرب شده. خیلی جالبه. میدید مثل کی؟ مثل الانهای پوتین با تمام قدرت و قوتش رفته اوکراین رو محاصره کرده، ولی اضطراب توی صداش و چهرهش دیده میشه. و این اتفاق افتاده. دل پادشاه مضطربه. شاید بعضیا نتونیم از خونه بریم بیرون به عنوان مسیحی، نتونیم در تجمعات حاضر باشیم، اما میتونیم در خانه در حضور خدا پیغام بگیریم و به جوانان انتقال بدیم. این حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم. جوانان، هممون جوان داریم توی ایران. فردا در خیابان شریعتی تبریز نرید. میخوام بریزن اونجا رو بگیرن. فرض کنید اگر ما میدونستیم در دانشگاه شریف میخوان حمله کنن، بزنن، بکشن و هشدار میدادیم، چه اتفاقی میفته؟ افراد کمتری دستگیر میشدن، کشته میشدن. پس امروز خداوند نیاز به الیشعا داره که در حضور خداوند برن، بگیرن، بیان اون رو ارائه بدن. تصور کنید چند بار شما نقشه دشمن رو بگیرید از خداوند و اعلام بکنید. آیا اضطراب در بین دشمن اتفاق نمیفته؟ بین خودشون نمیگن ما یه جاسوس داریم؟ همین اتفاق میفته. میگن آقا ما یه جاسوس، نه، جاسوس نیست، خداوند هستش که داره برملا میکنه. دشمن کارهای مخفی، میگه اینا جمع میشدن سری در یه جای امن و امان صحبت میکردن. دشمن کارش همینه، همیشه سری و مخفی پنهانی کار میکنه، برای دزدیدن، برای کشتن. و جنگ خداوند با همین دشمنه. خدای ما با همین دشمنی که میخواد موذیانه بکشه، نابود بکنه، جنگ خدا با اینه، با همین دشمن هستش. میاد اون نقشه ها رو برملا میکنه و دشمن مضطرب میشه. آیه 12 رو ببینید چی میگه. یکی از خادمانش گفت ای آقایم، چنین نیست، بلکه الیشع نبی که در اسرائیل از پادشاه اسرائیل را از سخنانی که در خوابگاه خود میگویی مخبر میسازه. در خوابگاه خود، یعنی در امن‌ترین، مخفی‌ترین جایی که در یک خونه وجود داره اتاق خواب هستش. میگه در خوابگاه خودش. اونجا یه الیشعی هستش که داره تمام صحبتایی رو که میکنی داره میشنوه و بعد میره بهشون خبر میده. جالب میدونید کجاست؟ اونها به عنوان یک قوم بت پرست به این باور رسیده بودن یک خدایی در اسرائیل هست که همه چی داره به اونها میگه. چرا ما نباید اینطوری باشیم؟ چرا امروز ایران ما نیاز داره که ما الیشع باشیم؟ امروز نیاز هستش که ما بشنویم، بدونیم. جنایت وحشتناکی دارن میکنن. همتون دارید میبینید خانه های امنی که دارن درست میکنن، جوانان ما رو میبرن اون تو میکشن و بعد میگن از طبقه نمیدونم فلان خودشو پرت کرده پایین. امروز روی صحبت هم با خود ماست. اگر ما به عنوان الیشع باشیم میگیم در اون کوچه، در اون خیابون، اون پلاک خانه امن مال رژیمه، نرید جوانان، نرید اون تو. و این چیزیه که در کلام خداست. بخواهید تا به ما داده شود. ای کاش واقعا ما این مسئله رو خیلی جدی‌تر بگیریم. خیلی‌ها در اون امن‌ترین، اون ایمن‌ترین جای خونه‌شون، میکا 2:1 میگه وای بر آنانی که بر بسترهای خود ظلم را تدبیر می‌نمایند، مرتکب شرارت می‌شوند. وای بر آنان، وای بر بسیجی و سپاهی و کسایی که از دولت دارن پول میگیرن، بر اون جاهای تاریک مخفی خودشون ظلم و شرارت را تدبیر میکنن. وای بر شما، وای بر شما. این بار دیگه با آمریکا و نمیدونم اروپا طرف نیستید، با خداوند طرفید. شمایی که میشینید فکر میکنید، جمع میشید الان بیان این بلا رو سر این جوانان بیاریم، اون بلا رو سر نوجوانان بیاریم. این بار خود خداوند بر علیه شما ایستاده.
واقعا برگردید، بترسید برگردید. خیلی ها بازگشت کردن. برگشت کنید، توبه کنید. در آیه 13 ببینیم آیه 13 چی میگه. او گفت بروید و ببینید که او کجاست تا بفرستم او رو بگیرم. پس او رو خبر دادن که اینک در دوتان است. پادشاه سوریه گفت برید ببینید که این آقای الیشع کجاست، بگیرید بیارید تا پدرشو در بیارید. هر فکری میکنه این خبردار میشه. نمیشه با این شخص جنگید. میگه کجا هست تو این آیه؟ الیشع میگه کجاست؟ در کجاست؟ در دوتان. دوتان میدونید، داشتم نگاه میکردم، میدونید کجا بود؟ در دوتان بود که یوسف به اسماعیلیان فروخته شد. در همین دوتان. و الان در همین دوتان هستش که الیشع اونجاست و لشکر آسمانی خدا هم اونجا هستش. پس میخوام به این نتیجه برسم. هم یوسف هم الیشع هر دو سرسپرده خدا بودن. ما جای یوسف بودیم چیکار میکردیم؟ از عرش رسیده به فرش، از بهترین جا نزد پدر، عزیز دردون پدر، الان فروخته شده به اسماعیلیان به عنوان یک اسیر. ما بودیم چیکار میکردیم؟ سخته، میدونید؟ سخت، واقعا سخت. داد و بیداد و شکایت و چرا این اتفاقات برای من افتاد. ولی یوسف در اوج فشار تحمل کرد تا جایی که شد شخص دوم مصر. درسته؟ در همون دوتان میدونید چی میخوام بگم؟ به اون جایی که الان هستی، به اون وضعیتی که در اون هستی نگاه نکن. خدا میتونه آینده تو رو بسازه. این همون خداست. دوتان جاییه که یوسف فروخته میشه، دوتان جاییه که لشکر آسمانی بعد از چند تا آیه میبینیم لشکر آسمانی خدا میاد پایین. آیا این لشکر نمیتونه زمان یوسف بیاد؟ میتونست بیاد پایین، ولی خداوند اجازه داد یوسف اینطوری بره، اینجا اجازه داد لشکر آسمانی بیاد پایین. پس هر کدوم از ما بسته به جایی که هستیم خداوند اجازه میده اتفاقات توی زندگی ما بیفته، ولی تا به آخر به این خداوند اعتماد کنیم. پادشاه ارام میگه لشکری بفرستید الیشع رو بگیرن. غافل از این که الیشع باز هم میدونست این نقشه رو از قبل میدونست. آقا دارن نقشه میکشن بیان دنبال من. میگه شهر رو احاطه کرده بودن، شهر رو محاصره کرده بودن، هیچ شانسی نداری ها، کاملا محاصره شد. ولی الیشع رو نگاه کنید، یک طرف داره میبینه تمام لشکرهای سوریه احاطه کردن، یه طرف داره لشکر آسمان. بخاطر این مرد آرومیه، یه لشکر خداوند با ما هستش. و جالبه خادم الیشع صبح زود برمیخیزه میره بیرون، حالا میره آب بیاره چیکار بکنه نمیدونم، ولی وقتی میره دید که یه سپاه عظیمی اومدن دنبال یک مرد و اونم مرد فیض. دنبال یک شخص قاتل و تروریست نیومده بودن. امروز برای افراد تروریست لشکر میره تا بگیرنش. این مرد فیض بود. بابا بی‌انصاف، باب قبلی سردار تو رو شفا داده بود، الان لشکر فرستاده بگیرنه. او یک انسان عادی بود، او مرد خدا بود. دوستانی که امروز با تمامی قوت و قدرت مخصوصا دارید به جوانان ما، نوجوانان ما حمله میکنید، اینها همون مردم عادی سرزمین ما هستند. لطفاً نکنید. لطفاً نکنید.
واقعا چقدر بجاست ما هم بگیم اسلحه رو زمین بگذار. آمین. مردم خود ما هستن، جوانان خود ما هستن، نوجوانان ما هستن اینا. خادم الیشا برگشت گفت آقایم چیکار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لشکر رو دید اومد گفت چی میگی؟ این هم نتیجه خداپرستی. بیا برو بیرون ببین چه خبره. تا دندان مسلح هستن. خادم بعد از دیدن این همه معجزات که از طریق الیشا رخ داده بود، باز هم اعتماد خودش رو از دست داد. باز هم ترس تمام وجودش رو گرفت. فکر کنم بهش گفته ای مرد خدا، ای کاش این بارم میدیدی، به ما میگفتی آقا دارن میان ها، حداقل فرار میکردیم. شاید اینا هم بوده بین این دو نفر. ولی واقعیت این که این بار هم دیده بود مرد خدا. الیشا این بار هم دیده بود ولی صبر کرد تا جلال خدا رو بیشتر نشون بده. الیشا میگه نترس، آنهایی که با ما هستند از آنهایی که با ایشانند بیشترند. و دعا میکنه تا چشمان خادمش باز بشه. اون موقع هستش که میبینه عرابه‌های آتشی دور تا دور کوه‌ها رو فرا گرفتن. میگه نترس. پولس به تیموتائوس میگه که زیرا روحی که از خداست روح ترس نیست، بلکه روح قوت، محبت و انضباط. روح خدا روح ترس نیستش. جایی که ما میترسیم انگار روح خدا دیگه عمل نمیکنه. روح خدا روح قوته، روح محبت و روح انضباط. تست ساده است. بله همه ما تو یه جاهایی نگران میشیم، یه ترسایی میاد. صحبت اینه در اون وضعیت نمونیم. اگر بمونیم روح خدا ما رو هدایت نمیکنه. آیا ما هم امروز مثل الیشا روح خدا رو داریم؟ خدا رو شکر برای یه نفری. پس همین روح خدا میتونه به ما نقشه‌های دشمن رو برای ما فاش کنه. من باور دارم. و هم میتونه یه طرف نقشه‌های دشمن رو به ما نشون بده، یه طرف لشکر آسمانی رو به ما نشون بده. بیشتر از این چه نیازی داریم ما؟ فکر کنم من نیازی ندارم. یه طرف ببینم دشمن چه نقشه‌های بر ضد من، خانواده من داره، اون طرف لشکر خدا رو ببینم. بیشتر از این چیز دیگه من نیاز دارم. و این روح خداست که میتونه هر دو قسمت رو به من و تو امروز نشون بده. مزمور 2 میگه امت‌ها بر ضد خدا و ضد مسیح و شورش کردند، اما خدا که در آسمان نشسته است بر شورش و نقشه‌های آنها میخندد. آیا تو مسیح شده و مسیح خدا هستی یا نه؟ بعضی نصف نیمه میگن هستی، ما مسیح شده خداونده. باور دارید بعضیا بر ضد ما نقشه‌های بد میکشن؟ بعضی از انسان‌ها و مثلا شیطان همیشه در حال نقشه کشیدن. اما اینجا چی میگه؟ خدا به شورش و نقشه‌های آنها میخندد. بگید میخندد. بگید که اینو چی بشه؟ ملکه ذهنتون بشه. اونایی که بر ضد ما شورش میکنن خدا بر ضد اونا میخنده. هاللویا. خدا بر ضد اونا، بر نقشه‌های اونا میخنده. برای ما نباید پیروزی بر دشمن و چگونگی پیروزی بر دشمن مهم باشه. میدید باید چی مهم باشه؟ اینو نداریم. صمیمیت با خدا باید مهم باشه. دوستی و رفاقت با روح القدس باید مهم باشه. اگر من صمیمی باشم با خداوند، اگر با روح القدس رفاقت کنم، من الیشا میشم. تمام چیزی رو که در قلب خداوند از خداوند برای من باز خواهد کرد. و به خاطر همین از خدا این روزها کمتر عمل میکنه.
نگاه ما روی دشمن مشکلاته، نه ارتباط ما با خداوند. چقدر وقت میذارن به حضور خداوند در طی شبانه روز؟ چند دقیقه؟ 8 ساعت. چقدر؟ 8 ساعت. 8 ساعت. الیشع کلیسا باید باشه. بله، کسی که وقت بذاره خداوند باهاش صحبت خواهد کرد. ولی واقعیت اینه که امروز خدای کتاب مقدس برای ما مثل غذای فست فوده. درسته؟ نه؟ خوب اعتراف نمی‌کنید، ولی یه خورده که ادامه بدم اعتراف. فست فود برای چه غذاییه؟ سری میاریم، گرم می‌کنیم، می‌خوریم. با خدا ما با گاهن این رفتار رو می‌کنیم. خدای من گیر کردم، کمکم کن، اینو نجات بده، اونو بیار، بچه‌م مریضه، خدایا هر موقع نیاز داریم میدونیم، مثل غذای فست فود میاریم بیرون، میذاریم تو میکروویو، میخوریم، میریم. برای همین است ما کیفیت رو با خداوند در رابطه با خداوند از دست دادیم. کمتر ملاقات میشیم، کمتر با ما صحبت میکنیم. هر چقدر بیشتر در حضور خدا بمونید، خدا بیشتر صحبت میکنه. من تست کردم. من تو سفر قبلی که داشتیم رفته بودیم 3-4 روز خیلی فشرده در حضور خداوند. از صبح که پا می شدیم باورتون نمیشه یه روز من با ردبول گذروندم. انقدر خسته بودم نمیشد، کم مونده بود چوب کبریت بذارم که فقط نخوابم، چون خیلی فشرده بود. ولی در همون روزا بیشترین ملاقات، بیشترین پیغامان از خداوند گرفتم. بیشترین کلام علم و نبوت رو داد. وقتی دعا میکردم برای یه نفر یه چیزای خدا میگفت اصلا عجیب و غریب بود. این دیگه چی بود؟ بعد میگفتم دق به هدف میخورد. چرا؟ چون وقت میذاشتم به حضور خدا. و این همان خداونده. هر چقدر وقت بیشتر بذاریم صمیمیتمون بیشتر خواهد بود. ما اصولا با چه کسی خصوصی ترین حرفامون رو میزنیم؟ 2 تا دوست داریم. بین این 2 تا دوست با کدومش خصوصی ترین حرفا رو میزنیم؟ من با کسی که باهاش بیشتر صمیمی‌تره. درسته؟ اگر ما 2 تا 3 تا 5 تا دوست داشته باشیم، با کسی که صمیمی‌تر هستیم با اون بیشتر اون راز و رمز مشکلاتی که خیلی مخفی‌تره باهاش صحبت می‌کنیم. اگر با خدا هم صمیمی بشیم خدا با ما صحبت می‌کنه. کجا من میگم؟ از خودم نمیگم. شماره تلفن خدا رو میدونید چیه؟ در کتاب مقدس کجا؟ 333 کجا 333 ارمیا 33 3 این شماره تلفن مستقیم خداست. ارمیا 33 3 میگه مرا بخوان تو را اجابت خواهم نمود، تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته مخبر خواهم ساخت. مرا بخوان تو را اجابت خواهم کرد. فست فود نخوام. اینو من ترجمه میکنم. قشنگ بخون، بشین، وقت بده به خداوند. برای قرمه سبزی درست کردن شما نمیتونید. هر چند امروز کنسرواش هم هست، همون هم 2 ساعت وقت میخواد. باید وقت بذارید تا این قرمه سبزی جا بیفته. پس یاد بگیریم برای اینکه با خدا میخوایم از خدا بشنویم، باید به این خداوند وقت بدیم. لشکر سوریه به اسرائیل حمله کرد و الیشع چه دعایی کرد؟ الیشع دعا کرد. باز هم لشکر آسمانی رو پیاده نکردن بیاید برید اینا رو بگیرید نابود کنید. یه دعا کرد و خدای چشمان این رو کور کن. سپاه سوریه، لشکر سوریه کور شدن. پس ایشان را به موجب کلام الیشع به کوری مبتلا ساخت. چه اقتداری داره این مرد؟ کور شدن. بعد دست اونا رو گرفت، میدونید چیکار کرد؟ برد به اسرائیل. اسرائیل تو خوابش هم چنین پیروزی ندیده بود، تجربه نکرده. میخوای شما
میخوایم ما هم این پیروزی ها رو در زندگیمون ببینیم. این هم اون خداست. مثل الیشا رفتار بکنیم پیروز خواهیم. ارمیا 33:3 تلفن خدا چیزای مخفی به شما خواهد گفت، به من به شما خبر خواهد داد. الیشا از اقتدارش استفاده کرد و به خادمش نشان داد که لشکر ما قوی تره و هم با داوری که انجام داد از با همون اقتدار داوری کرد، چشمان سپاه ارام رو کور کرد. اما مرد فیض کارش اینجا تمام نشد. اینجا یه مقدار مثل داستان تعریف کرد. پادشاه اسرائیل گفت بیاید اونا رو بزنیم، بکشیم، نابود بکنیم، از بین ببریم. ولی مرد فیض چی گفت؟ چند تا آیه پایین‌ترش رو داره. آیا بزنن؟ او گفت مزن. آیا کسانی که به شمشیر و کمان خود اسیر کرده خواهی زد؟ نان و آب پیش ایشان بگذار تا بخورند، بنوشند، نزد آقای خود بروند. عجب مردی، عجب آدمیه. چرا آخه اینجوری؟ اینا اومدن تو رو بکشن، تو گرفتی آوردی اسیرشون کردی، الان هم نان بهشون میدم آب. فیض. به خاطر همین هستش که خیلی از مفسرین کلام خدا به الیشا میگن مرد فیض. میگن این عیسی مسیح در عهد عتیق هستش. مثل مسیح عمل کرد، نه زد، نه کشت، نه نابودشون کرد. آورد بهشون آب داد، نان داد. تازه آب و نانو که داد چیکار کرد؟ گفت اینا رو آزاد کن، برگردن به سرزمینشون. انصافا کی الان این کارو میکنه؟ دشمنشو ول میکنه. میگه آقا بیاید بهش برسید، غذا بدید، آب بدید، برگردن برن خونهشون. در کتاب رومیان، بذارید اینو بگم بعد رومیان باب 12 آیه 20 رو بخونم. میگه وقتی این کار رو کرد دیگه هیچ بار لشکر سوریه به اسرائیل حمله نکرد. چه کلید زیبایی میده. دائما اینا باید در جنگ بودن، ولی وقتی این محبت رو بهشون کرد میگه دیگه بهشون حمله نکرد. رومیان باب 12 آیه 20 ببینید چی میگه. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، اگر تشنه از سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهند داشت. این کلام خداست. الیشا با محبتی که به سپاه سوریه کرد باعث شد که دیگه اونا به اسرائیل حمله نکنن. بعضی مواقع ما از محبت کردن به دشمن صحبت میکنیم، میدونید به ما چی میگن؟ بعضی ناراحت میشن. هفته پیش اگر کلیسای جامع رو نگاه میکردید یا نگاه کردید، اتفاقا برادرمون لازاروس در همین مورد صحبت کرد. گفت حتی اگر ما به عنوان مسیحیان اگر ما ببینیم یک بسیجی افتاده زخمی شده، ما میریم کمکش میکنیم. تایید نمیکنیم کارهایی که میکنه، بهش میگیم نکن، ولی ما به عنوان یک مسیحی باید به اون شخصی که افتاده کمکش کنیم. این اگر مسیح بود میکرد یا نمیکرد؟ میکرد. پس ما هم فرزندان همین مسیح. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه جایی پا میشن شروع میکنن فحش دادن و فحاشی کردن و ناسزا گفتن و این حرفایی که میزنید چیه؟ مسیحیان این کارو میکنن. من دنیای بیرون رو نمیگم. فحش میدن. اون بسیجی رو بدید ما تیکه پارش میکنیم. نمیدونم واقعا چه روحی ما رو هدایت میکنه. همه ما ناراحتیم، همه ما هم عصبانی هستیم از اتفاقاتی که داره میفته، ولی نه عصبانیت نه ناراحتی ما مجوزی نیست که اگر اونا میزنن ما 10 برابر بزنیمش. هیچ مجوزی به ما داده نشده. مسیح خدای محبت، او جانش رو برای همون سپاهی و بسیجی که داره میکشه، او جانش رو برای اونا هم داد. بازم میگم ما تایید نمی‌کنیم، محکوم هم میکنیم این کارا رو. هم التماس میکنیم، هم درخواست میکنیم، هم با جدیت میگیم اسلحه رو بذار زمین. ولی هیچ کدوم از کارهایی که این افراد میکنن به ما مجوز نمیده تا ما هم اسلحه بگیریم مثل خودشون باهاشون رفتار بکنیم. من الان اینجا نیستم بگم کاری که ما چی کار میتونیم بکنیم، چون واقعا گاهن خیلی سخت.
چند روز پیش 2-3 روز پیش بود داشتم با کاری صحبت میکردم، میگفتم همش توی ذهنم وقتی داشتم در مورد نیکا شاهکرمی صحبت میکردم، همش توی ذهنم تالیتا داشت میگذاشت. اگر با تالیتا این اتفاق میافتاد عمرن اگه من یه لحظه تو خونه مینشستم، منم میرفتم کف خیابون. آقا کشتید منم بکشید. ولی نمیشه خیلی راحت گفت آقا نه برید، نه فقط بیستید دعا کنید. من اینطوری صحبت نمیکنم، ولی اینم تشویقم نمیکنم برید شما بکشید. ولی اینو میتونم با جدیت و با قوت بگم، شما برید از روح القدس بخواید، روح القدس هر یک از ما رو هدایت کنه. الان چیکار؟ یادمون نره ما خوانده شدیم. در رومیان میگه ما خوانده شدیم به شباهت کی در بیان؟ عیسی مسیح. اگر عیسی میزد ما هم بزنیم، اگر نمیزد ما هم نزنیم، اگر دعا میکرد ما هم دعا بکنیم. بله، ما نه مرگ بر این میگیم و نه صرفا در خونه میشیم، در تمام تجمعات اعتراضی هم شرکت میکنیم، ولی مرگ این اون رو نمیخوایم. این لعنته، به خاطر این نمیخوایم. 43 ساله داریم مرگ برای این و اون میفرستیم، لعنت تمام سرزمین ما رو گرفته. این اون ریشه‌ایه که باید بابا خوشگونده بشه دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. چرا مرگ برای این و مرگ برای اون؟ حداقل یه کار میتونیم بکنیم، بریم کف خیابون، بریم پیش این افراد بگیم نکنید، اونا رو دعوت به صلح و آرامش کنیم. این حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم. حداقل اینه که میتونیم بچه‌ها رو فراری بدیم، بچه‌ای که دارن میکشن. این حداقل کاریه که میتونیم بکنیم. حداقلش اینه که بریم افرادی که زخمی هستن پاسمان بکنیم. این حداقل کارهاییه که ما میتونیم بکنیم و باید بکنیم. اینو مسیح از ما میخواد. ما مسیحیان منفعل نیستیم، شمشیر نمیکشیم، اما بر ضد کسی که شمشیر میکشه میایستیم و کمک میکنیم به افرادی که زخمی هستند، افرادی که افتاده است. این حداقل کارهاییه که ما به عنوان مسیحیان میتونیم و باید انجام بدیم. بیاییم با هم چند لحظه دعا بکنیم و به حضور خداوند. پدر، با شکرگزاری به حضور تو آمده ایم خداوندا و به نام عیسی مسیح خداوند زنده دعای متحد به حضور تو بلند می‌کنیم بر علیه تمام ظلم و جنایتی که در ایران عزیز ما داره اتفاق میفته. شفاعت می‌کنیم برای تمام خداوند و عزیزانی که پسر، دختر، خواهر، برادر خودشون رو از دست دادن. شفاعت میکنیم برای تمام عزیزانی که جوانا و نوجوانان 16-17 سالشون رو با چه عشق و امید و آرزوی بزرگ کردن و الان بینشون نیست. خداوند تو تسلی بده. مسیح جان تو ایران عزیز ما رو تسلی بده. تو بایست، تو عمل بکن ای خداوند، تو معجزه بکن، تو الیشاهای خودت رو در ایران، در تمام ایران بلند بکن، بلند کن تا این الیشاها خداوندا از تو بگیرن، نقشه‌های دشمن رو بشنون و برای روز بعد خداوندا اعلام بکنن. خداوندا دشمن بر ضد مسح شده تو بلند شده، عمل داره میکنه، ولی تو به نقشه ها میخندی. خداوند دعا میکنم امروز روز بلند شدن الیشاها، بلند شدن مسح شده های تو در ایران هستش. بایستن با اقتدار، نام تو رو جلال بدن. هاللویا. خداوند دعا میکنم برای بسیجی، برای سپاهی، برای نیروی انتظامی، برای کسایی که از طرف دولت اجیر شدن، وقتی دستشون روی اسلحه میره خداوند دستانشون خشک بشه، عمل نکنه. خداوند به نام عیسی مسیح تو عمل کن. خداوند تو لشکر سوریه رو کور کردی،
دعا میکنم زمانی که خداوند دستشون به اسلحه میره کور بشن، خداوند تار بشه بیناییشون، نتونن ببینن. دعا میکنم تیرشون به هیچ وجه به هدف نخوره. به نام عیسی مسیح کسایی که عجین شدن به سر بزنن. به نام عیسی مسیح دستاشون خشک بشه، تیرشون به هدف نخوره. خدا ای خداوند تو معجزه کن. اگر ما خداوند اسلحه‌ای نداریم، اگر ما هیچ سلاح جنگی نداریم، تو رو داریم. خداوند لشکر آسمانیت رو بفرست دور تا دور بچه‌های ما که به خیابون‌ها میان، لشکر آسمانی تو دور تا دورشون با شمشیرهای آتشی بایستن، محافظت کنن. خداوند او هاللویا. خداوند هر موقع که حمله میکنن، مسیح جان تو بایست. من ایمان دارم این افراد وقتی تو رو ببینن مثل یوحنا، مثل مرده روی زمین خواهند افتاد. هاللویا. با اقتدار خداوندا دعا میکنم ای خداوند که تو ایران رو آزاد بکنی. هاللویا. به نام عیسی مسیح. آمین.